عزیزانی که اینجا تشریف دارم جسارت میکنم من از طرف دوستان ایرانی میخوام خوش آمد بگم به هیئتی که اینجا هستن. هیئت تیم هنرمندان فوتسال تاجیکستان که مهمان شرکت نادیا پرواز هستیم امشب در رستوران بی‌نظیر کافه راشا و همچنین تیم ستارگان هنر ایران که قرار فردا ساعت 21 از همه شما دعوت هستیم حضور خانم‌ها و آقایان به صورت رایگان امکانش هست در ورزشگاه پاس ساعت 21 در شهرک اکباتان تقابل دو تیم فوتسال هنرمندان ایران و تاجیکستان. خب اگه اجازه بدید میخوام معرفی کنم دوستانی که از تاجیکستان امشب اینجا میزبانش هستیم. استاد قربان صابر با هنرمندی بی‌نظیر در چشم باد از سریال پایتخت شمشیرخان. استاد قربان صابر خیلی خوش آمدید به ایران به تهران. جناب آقای امید سعیدوف راهبر شرکت سونتراول شرکت بی‌نظیر گردشگری تاجیکستان. همچنین خیلی خوش آمد میگیم از مدیران محترم شرکت سامانر، شرکت بی‌نظیر آقای سامانر آقای احمد تاجیکستان. دوشنبه ها و جمعه ها سامانر به تهران پرواز داره دوستان. خب یک خواننده مردمی و مشهور و سرشناس موسیقی پاپ در تاجیکستان جناب آقای حبیب حکیم. امیدواریم امشب از هنر شما اینجا بهره‌مند بشیم و چند تا از موسیقی زیبای شما رو اینجا بشنویم. دوستان ایرانی خیلی علاقه‌مند هستن که موسیقی شما رو ببینن. میریم سراغ بلاگران و هنرمندان مشهور تاجیکستان جناب آقای دوست مراد. تشکیل می‌کنیم دوست مراد عزیز. ای ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. سعدی عزیز. زنده باش. خیلی خوش آمدید به ایران. سینا آشور مهدو هنرمند مشهور و مردمی و دروازه‌بان بلندقامت تیم هنرمندان تاجیکستان که قول گل نخورده. آقای حسن نسکی بلاگر مشهور و هنرمند مردمی کشور تاجیکستان و همینطور خوش آمد میگیم خدمت جناب آقای حافظ محمد علی از تلویزیون جهان‌نما. حافظ خیلی خوش آمدید و خیلی خوشحالیم که توی چند روزی که در خدمتتون بودیم. حافظ جان از تلویزیون جهان‌نما، حافظ جان از تلویزیون جهان‌نما خیلی خوش آمدید به کشور ایران و شهر بی‌نظیر تهران. خوش آمدید به همه عزیزانی که جهان‌نما رو می‌بینن و از شما دعوت می‌کنیم به ایران تشریف بیارید. حافظ عزیز خیلی خوش آمدید. خب دو شرکت بزرگ و عالی در سیستم سیاحی و گردشگری تاجیکستان داریم، شرکت دیارتاور و عدس‌تاور و خیلی خوش آمد میگیم به جناب آقای سعدی و مدیر محترم شرکت دیارتاور خانم عزیزه. همینطور آقای فردوس و شریف خان و در انتها از حضور جناب آقای حدید صاحبکار معروف تجاری تاجیکستان و همینطور حضور افتخاری جناب آقای حاکم از سفارت جمهوری تاجیکستان در ایران. جناب آقای حاکم خیلی خوش آمدید. باعث افتخار ماست که امشب در خدمت شما هستیم و حالا دعوت میکنم از مدیر محترم تیم ستارگان هنر ایران جناب آقای عمر جوادی درود بر شما. از طرف بچه‌های تیم فوتبال ستارگان هنر ایران به همتون خوش آمد میگم. خیلی ممنون از این در مسابقه‌ای که ما 2 ماه پیش در تاجیکستان داشتیم. خیلی بهم خوش گذشت و خیلی خوشحالم از اینکه آقای سعید بچه‌ها رو آوردین اینجا ان شاءالله یه مسابقه برگزار کنیم. البته برای که بهتون خوش آمد میگم و چند تا از هنرمندای درجه یک ایران رو افتخار من برای مجلس ستارگان هنر ایران کنارشون هستم خدمتتون معرفی کنم. جناب آقای حسن فتحی از کارگردانان درجه یک با سریال‌هایی مثل شهرزاد، مثل
مثل شب دهم، مثل پهلوانان نمیمیرن، مثل جیران و هر چی بگم پهلوانان من فکر کنم شما شهرها اونجا خیلی دیدید، درسته؟ پهلوانان نمیرن دست دیگه بزنید. یه کارگردان طراز اول دیگه دوست قدیمیم عاشقانه منوچهر هادی منوچهر میگفتم مرسی. منوچهر هم هرچی بخوام از کارنامه‌اش بگم کمه. درجه یک فوتبالیست خوب، بازیگر بسیار خوب، خوش اخلاق، عشق، دوست داشتنی، نیما شاهرخشاهی. نیما مرسی. پدرام کریمی رو فکر کنم همه میشناسن، ایرانی‌ها که میشناسنش. اونجا پدرام رو دیدید همتون تاجیکستان. مجری و بازیگر توانمند خودتون مرسی از اینکه شما ما هستید. و یه خواننده مجری حرفه‌ای بهتون معرفی کنم. من فردا ازش تو دروازه رونمایی کنید. پیمان طالبی عزیز. پیمان مرسی. برای جنگ حالا شما یه تعداد میشناسید، شما میشناسید محسن ترابنده فردا میاد بازی میکنه، میلاد پیمان بازی میکنه، امیرحسین خطی میاد بازی میکنه، پژمان جمشیدی میاد بازی میکنه، محسن کیایی میاد بازی میکنه. خلاصه هنرمندایی که گفتم فردا ما بازی داریم. ایرانیایی که اینجا هستن قدم تلویزیون فردا ساعت 9 شب این مسابقه فوتسال داریم با شعار صلح و دوستی با تیم فوتسال تاجیکستان در شهرک ایکواتان ورزشگاه پاس. خدمتتون عرض کنم دستتون درد رو نبینن. زنده باشی قربانت برم. خیلی شنیدم امید نمیری بازی رو مساوی کن. چرا؟ ما میخوایم به شما ببازیم مثلا. چرا مساوی کنید؟ عالی. انشاءالله با هم سال بعد مسابقات بسیار بزرگی برگزار بکنیم در سطح جهان. میخوام دو تا از عزیزانم رو دعوت کنم که بغل من، چون اگه نبودن اصلا مسابقه رفت و برگشتی نبود. بهداد قنبرنژاد و علی حسین‌زاده عزیز. خواهش می‌کنم این دو عزیز حامیان اصلی برگزاری این مسابقه در کناری که امشب مهمانشون هستیم توی رستوران، در کناری که نادیا پرواز همه که بچه بیاین اصلا اونجا ما نستیم، باید این نقل من نمیشه من بیام شما ها نیازی کنم. واقعا برای برگزاری مسابقه سنگ تموم گذاشتم. انشاءالله فردا یه مسابقه خستگی از تن ستایمون بر بره به خصوص شما دوتا عرضم به خدمت شما دوستان تاجیک عزیز درگی تاجیکی جادو پاچال ایران очень рад вас всех здесь видеть. Форсы гавда. Чтобы это было на пользу блага наших стран, чтобы развивалась наша дружба, старинная дружба, которая همه بلدن. بازی فردا فارغ از هر نتیجه‌ای که باشه روابط عمیق و صمیمی و تاریخی ما رو تحکیم بکنه. ما همیشه تاجیکستان رو عضوی از خود و ایران عضوی از تاجیکستان می‌دونستیم و امیدواریم که فردا مسابقه خوبی باشه. ممنونم از همه هنرمنده عزیز کشورمون که منت گذاشتن سر ما افتخار دادن. میدونم که این لطف رو دارن به ما میکنن برای اینکه بتونیم فرهنگ دو کشور و فرهنگ گردشگری رو رونق بدیم. ممنونم از همه شما و ممنون از همه عزیزان. ببخشید که سرتون درد آوردم. متشکرم. افتخار خودتون رو نصیب. همه شما مهمانان این سمت مصاحبه میکنم. اگر وقت شما رو موسیقی قطع